شما همین سالمند از جهت وحدت تهران میرم با شما مورتان شما همین سالمند از جهت وحدت تهران میرم با شما مورتان جهان امروز عالم اسلام همچون 4 مذهب اسلامی اعتراف دارند. اختلاف بین شیعه و سنی مثل اختلاف بین شافعی و حنفی است. اختلاف بین شیعه و سنی مثل اختلاف بین شافعی و حنفی. منتشر هستن شیعه‌های در قم خونده که اینها را میسرایی کرده گستن سال 2008 9 تا اینکه تقیه بکنن و بر بگردن خودشون حنفی گفته و اکبر تراج جانزاده هم همراه نوردین و امروز اینا میگه که شما تحقیر میکنه ایشان نوردین جاش رو من گپ میزنم. اینها وقتی که رفته بودن سال 2009 به چند برای همون وحدتی که ادعا دارن شیعه‌های مشرک انسان‌های صوفی و اینقدر انسان‌های اشعری و ماتریدی و اینقدر انسان‌های به عقیده را جمع میکنن به اسم علمای اهل سنت و وحدت میکنن و این بناموسا برای چند دلاری که در دست اینها میدین اینها وقتی که شما میره همون کی رفته بودن ایشون نوردن همراه تراج جانزاده در تهران رفته بودن شما وقتی که در تهران پایین میشه سوال نمیکنه که مسجد اهل سنت کجا هست. خلاصه گفتنی هستم که اینها افرادی هستن که اینا برات از شیعه ندارن و خود اینها من در جاش ان شاء الله در این موضوع صحبت میکنم که اینها انسان‌ها را همچون هم حزبیان مثل اینها خود همینا خیانت سخت در عقیده اهل سنت و جماعت کرده هستند سبب شیعه شدن انسان‌های تاجیکستان همینها بوده هستند. وقتی که ما اینها را تحدی کردیم اینها شروع غوغا برداشتن که بی آداب و بی اخلاق. وقتی که خود شما میایه همینجا گفت ابن خزیمه باشه تحقیر این بود که به شخص به اسم ابو حنیفه تحقیر به ابن خزیمه و امام بخاری امام اهل سنت و جماعت کردن. به همین خاطر برادرای عزیز باید اینا بگیم که این تحقیر نیست، ما تحقیر نکردیم، اما اهل بدعت ما اذلال میکنیم، شدت میکنیم، تغلیظ میکنیم، سخت میگیریم برای اهل بدعت. ما را اجبار نکنه که ما از این کار دست بکشیم و این منهج قرآن و سنتی ما بر اول خلاصه که پیغمبر میگم ما را الله متعال امر کرده است به قرآن و پیروی از قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. آیه که شیخ ابو محمد اشاره کردن آیا تا آمدن ابو الحسن اشعری اینقدر انسان ها 260 اختلاف از تاریخ قبل 267 چند گفتگی هستن 260 بگیریم 40 سال این انسان معتزلی بودگی است بگذاره تا وفات شه. آیا انسان ها صحابه تابعین اتباع تابعین بدون عقیده بودن؟ اگر اینها عقیدهشون عقیده اشعری بود فقط یک اثر من آوردم، اثر زینب بنت جحش آوردم. آیا زینب بنت جحش مجسمی بودن؟ ببینه برادر شما توجه داشته باشه، ساعت ها وقتتون وقتی که میگذرونه توجه داشته باشه. اینها از لحاظ لغت هم اینها تلبیس میکنن و تدلیس میکنن. اون یک نفر دیگر اسمش نمیدونم کی بود که بسیار همین گپ گرفته رفت من اون گفتم تو کمپیر گپ میگه برای اوقا نمیدونم اسمش احمد بود کی بود و یک بار دیگه خورده بودیم همراه این انسان ما در رابطه با مولد رسول صلی الله علیه و سلم. قسم بالله این جای نیست که یک انسان طالب علم همراه همچون این انسان ها بحث بکنه، بلکه این یک ضعف ما را نشان میده که ما همراه خیلی انسان های جاهل از منهج ما این نیست که ما مثل این انسان های جاهل قطع بیان وقتمونه چیکار بکنیم سپری بکنیم. به همین خاطر من تحدی دارم و در حرفم هستم اگر در همین موضوع هر انسان از اشعری و ماتریدی خواه حاجی میرزا باشه خواه کی هست که نوردین باشه خواه اکبرش باشه هر کسی باشه به همین شرطی قرآن سنت آثار صحیح حاضر هستم. این هیچ جای تحقیرش نیست، این یک تحدی است و این ثابت شد که از اونها نتونستن به یک سوال همون کسی که من همراهش صحبت داشتم همون شیعه زندیق به یک سوال نتونست جواب ده، به یک سوال نه از لحاظ لغت. وقتی که اینها میگن که ما حدیث آحاد در عقیده نمیگیریم درست است، پس وقتی خودت جاهلی به صرف و نحو هستی معنی قرآن را تحریف میکنی محرف قرآن مگر کافر نیست؟ محرف قرآن کافر است و اثبات استوا این از امور ظاهر است. هر انسانی که استوا را علوی الله این کار بکنه این کافر میشه و اینها میگن که ما علو قبول داریم، اصلا منطق ندارن اینها. علو قبول داریم، علو حسی را قبول نداریم. یعنی چی؟ ما اینقدر مثال زدیم آیه قرآن آوردیم بر رفعه الله الیه
يصعد الیه الکلم الطیب والعمل، همه اینها رو مثال زدیم. اینها دلالت بر حس میکنن یا نمیکنن؟ یعنی معراج رسول صلی الله علیه و سلم دلالت بر حس میکنه یا نمیکنه؟ اینها وقتی که میگن که ما علو حسی را قبول نداریم، یعنی الله متعال در فوق است اما در بالای آسمان ها نیست، همین است که اینها ذات الله انکار میکنن. و فوق عرش، و عرش، خودی عرش این یکی از مخلوقات غیبی هست. فوق عرش هیچ کس نمیدونه که اونجا چی هست. اسم لفظی مکان و خلا مکان در قرآن و سنت وارد شدگی نیست. این از عجز و ضعف اینها هست که چیکار میکنن؟ اینها میآیند دنبالی لامکان و نمیدونم مکان و لامکان میرن. و گفتن بدم که اگه انسانی که این انسان‌هایی که میگن که ما حدیث آحاد در عقیده قبول نمیکنیم، میآیند بدون علم چیکار میکنن؟ یک انسان جاهل میآید بدون علم قیل و قال میکنن، از خودشون قرآن میخوان فهم بکنن خلاف آیات صریح و صریح و احادیث صحیح و آثار صحیح. به همین خاطر برادرای عزیز، هر کسی که میخواست که حق بفهمد از این زیاد نمیشه. اگر ما شینیم تا صبح تا 5 روز دیگر ادامه صحبت بکنیم، از این زیاد دیگر نیست. اینها کسی و چیزی گفته نمیتونن. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. بودن شما هیبت است، بودن هر یک طالب علم اینجا، نه فقط شما. من امروز خیلی خوشحال هستم که همه کسانی که در اینجا هستند این برادرهایی هستند که سبحان الله مثل ستاره ها در آسمان در بین ملت تاجیک است. ستاره ها در بین ملت تاجیک، اگرچه اینها غریب است، اگرچه اینها را هیچ کس نمیداند، احترام یا که بگیم قدردانی نمیکند، لیکن در نزد الله این موحدین هستند، این غربا، این حقگویان. الله سبحانه و تعالی همه شما را حفظ بکن. الله به همه شما برکت بدهد و بارک الله فیکم. خیلی خوشحالیم که برادران اهل سنت و الجماعت طالب علم ها حضور دارند و الحمدلله سخنان حق رو میگویند. مردم باید ببینن که چقدر طالب علم اهل سنت از کوچه اومدن، همه 10 سال و 15 سال خوندگی، کمش 5 سال خوندگی بچه‌ها هستن اینجا. و در پایان با یک چند نفر دیگر برادرای طالب علم هستن که ما برداشته به بالا از سبب جان نبودن نتوانستیم. الله بارک الله، الله به شما برکت بدهد و جزاکم الله خیر.